کارکنان عزیز همه شما رو به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. چرا با وجود جزا گرفتن کارمندان پلیس مشکلی بدرفتاری آنها از بین نمی رود و برعکس شکنجه های وزن‌تر با عاقبت های شدیدتر رسانه می شود؟ این همش همون متاسفانه بعد همون سالهای ناآرامی جمهوری با ارگان های کارهای داخلی هر گونه شخصان خود را خلانده داخل شدند. در ارگان های کارهای داخلی باید شخصان بسیار مسئولیتناک، شخصان با تربیه، با آداب و قانونیت را عملی میگرداندگی، یعنی که در نزد قانون مسئولیت حس کنند. من این خیلی شخصان باید که با کار گرفته شوند. تا وقتی که موافق همون آیین‌نامه خدمت در ارگان های کارهای داخلی اگر کارمندا را قبول نکنند، طلبات همون اگر اجرا نشود، این حادثات دوام دادن میگیرند. از جمله امسال 89 تا جنایت شکنجه طبق آمار سازمان ملل متحد همگی 4 نفر رو ایرگار کردن. این هم باشد با وکالت از منصب سوء استفاده کردن. شکنجه نوآشکار موند. حسن یادگاروف 8 ماه یعنی که پس پنجره نشست. 8 ماه دیگر کس جنایت کرد، در آخر دستگیر شد. این بیچاره عذاب مشقت 8 ماه عذاب مشقت اینا کی جواب میگه؟ کنین قانون و کنین عدالت. میگم که قانون برای همه عملی است. اگر برای همه عملی میشد قانون، دست به چنین جنایتی سنگین میزدن برادر. چی با ما پیش نگرفتن نمیتونه؟ مسئله یک مسئله است. پروکراتور جمهوری تاجیکستان پیش از همه باید تگ نظارت خود گیرد. معیارهای بها دادن فعالیت کوای ارگان‌های حفظ حقوق میراث از شوروی به ما ماندگی است. انمی پارسال اگر یکم کوارتال دا 10 جنایت آشکار کرد کارگری ارگان، امسال طلب میکنن که 11 تا باید کنی، یک تا زیاد باشد. این خیلی اگر ما رویم علاقه تاجیک 3-4 بار یا خیلی سود شدگی است. یک ملت خوردیم، این استاتیستیکا را افتا فکر کردن در کار. این هم یک پرابلم است در وقتی که گذراندن رفرم، این هم فکر کرده برآمدن در کار که همین معیارهای بهادی فعالیت کارمندان میلیشیا را تغییر دادن در کار. البته این حاضر من کارگر میلیشیا باشم، منم کوشش میکنم که گپ نشنوم. میرم یک بالو کرده، یک جنایت دیگر شید است نشید یک بالو کرده و یا چی میکنم که من گپ نشنوم گفته. این یعنی که ما همیرا صنعی خودمون جنایتکاری را در قلمرو جمهوری زیاد کرده است. شما همچون عضو شورای اصلاحات میلیشیا آیا راضی هستید که کارمندان پلیس در تاجیکستان حالا برای شکنجه جزای سزاوار نمیگیرند و وزارت کارهای داخلی بیشتر تلاش میکند من کارمنداش حفظ کند؟ باید گفت که کمبودی ها هست، در حقیقت هست، ما نمیتونیم گفت کمبودی نیست، لیکن هدف اساسی اصلاحات میلیشیا همین است که شخصانی همون تصادفی که به همین ارگان میلیشیا افتادن و او را کم کرده آزاد نمودن در کار. و شیار اساسی همین اصلاحات میلیشیا این اون است که میلیشیا این خلق است، خلق این میلیشیا است. یعنی ما نباید گوییم که ما خلق و میلیشیا، ما از دو طرف نیستیم، ما از یک طرف باید باشیم. و گفتی رسوم مکسیمالن открытая деятельность میلیشیا باید شود، شفاف باید باشد و هر 3 ماه حاضر مثلا ناظرای منطقه در نزد اهالی باید حسابات دهد و مرحمت میتوانند چی از طرف رسانه های خبری شهروندان در اونجا روند اشتراک نمایند و باید میلیشیا با خلق همکاری نماید. یکم که جزا را باید که سود دهد موافق قانون، در نزد قانون هم مظلوم باید باشد. مردم ما قانون را که رعایت نکند بعد همه را در سر میلیشیا هم زدن، این هم ناحقی است، این هم از روی عدالت نیست. دستگیری میکنم که هر کسی که دست به شکنجه میزند به جوابگری کشیده شود و یک چیز دیگر هم قید کردنی هم که خیلی که باشد و نباشد، در حقیقت میلیشیا بسیار از عهده کار خود درست میبراید. این رو هم قید کردن لازم. راه حلش رفرم میلیشیا، همکاری زیچ خلق با جامعه با میلیشیا و جوابگری کشیدن شخصانی که به شکنجه دست میزنند و این رو با رسانه‌های خبری به همه رسانیدند. به جوابگری نماند.
ман ҳамин 4 нафар не анам 89 нафаре ки даст ба ҷиноят даданд ҳамаш бояд бо моддаи шиканҷа айбдор дониста ба додгоҳ кашанд.